نرخ پتنت کار برای خارجیان در اکثر ولایت‌های روسیه از 1 ینور سال 2023 بالا رفت. بالوروی نرخ پتنت بیشتر به افزایش حجم کوفیسینت دفلیاتور برای سال 2023 بستگی دارد که قریب 15% بالا برده شد و برای سال 2013 در حجم 2770 روبل مقرر کرده شده است، به استثنای جمهوری خاکاسیا که آنجا قیمت پتنت 427 روبل کمتر کرده شد. در دیگر منطقه‌های روسیه نرخ این سند برای فعالیت مهاجران کاری در روسیه حیاتاً مهم را همه بالا بردند، از جمله در شهر و ولایت مسکو که اکثر مهاجران کاری به همین قسمت قلمرو روسیه می آیند. از 1 ینور سال 2023 نرخ پتنت یک ماهه 6600 روبل یا تقریباً $100 را تشکیل خواهد داد. سال گذشته نرخ پتنت در این دو منطقه 5900 روبل بود. قیمت پتنت در شهر سنت پترزبورگ و ولایت لنینگراد باز یک بازار عمده و جذاب برای مهاجران کاری نیز بالا برده می شود، ولی نه چندان، از 4200 به 4400 روبل. ولی در برخی منطقه‌های روسیه قیمت پتنت را تا چند هزار روبل بالا بردند. ولایت کورسک 1260 روبل، کراسنیارسک 1600 روبل، ولایت نوفگورود 2571 روبل، ولایت چلیابینسک 2000 روبل، کشور زبایکالیه 2121 روبل. عجیب آن است که در منطقه‌های اقلیمشون خیلی سخت و دور افتاده روسیه از جمله در سیبیر، شرق دور و شمال دور نرخ پتنت در مقایسه با مناطق‌های برای کار و زندگی مناسبتر این کشور برعکس خیلی بلندتر است. از جمله در حوزه مختار یمال و نینتسک ارزش ماهانه پتنت را برای مهاجران کاری قریب 11000 روبل، در کشور زبایکالی 9700 روبل، در ولایت‌های مگدان و تویر، جمهوری کرالیا و کشور پریموریه بیش از 8000 روبل مقرر کردند. خبری از 1 ینور سال 2023 بالا رفتن قیمت پتنت در شهر و ولایت مسکو باعث در روزهای قبل از سال نو به وجود آمدن نوبت‌های بزرگ در مرکز مهاجران در ساخاروا شده است. طوری از ویدیوی به پایگاه خبری بامداد ارسال شده دیده می شود هزاران مهاجر در مرکز ساخاروا مجبور بودند که ساعتها نوبت بپایند تا سندهای خود را برای فعالیت قانونی در پایتخت روسیه و اطراف آن درست کنند.